بله، سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان. در صفحه 10 مصحف عثمان طه و آیه 62 کلام پاک الله متعال در سوره بقره این گونه می‌خوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا، ابتدای خط. در این آیه ما به مانند برنامه گذشته من برای بار اول فقط حرکات رو توضیحی عرض میکنم خدمت عزیزانی که شاید احیانا از ابتدا با ما بودن و بار اولی که هر حرکتی رو معرفی کردیم برای بار دوم دیگه انشاءالله فقط گذرا ازش رد میشه. این حرکت کسره هست. این حرکت این الف هست. وقتی که یک شش مثل شش کوچک همزه هست زیر این الف یا بالا قرار گرفت دیگه بهش نمیگیم الف، ما میگیم همزه. الان این یک همزه هست و این علامت کسره هست، یعنی در زیر حروف قرار میگیره همیشه به مانند اینجا یا اینجا یا در این خط اینجا این علامت همه علامت حرکت کسره هستن و هر حرفی که این علامت زیر اون قرار گرفت اون حرف به همراه یک حرکت ا خوانده میشه، مثل ا یا اینجا ذ یا اینجا ب یا اینجا ه. این علامت که روی نون هست، این حرف نون، این علامت دو تا علامت روی این هست. الان این علامت بالا علامت فتحه است. فتحه برخلاف کسره که زیر یک حروف حرف قرار میگیره، فتحه بالای حرف قرار میگیره و در هنگام تلفظ اون حرفی که فتحه روی اون قرار گرفته دهان به سمت بالا باز میشه، یعنی فتحه باز میشه دهان. معنی فتحه به این معنی صدای ا میگیره. هر حرفی که روش این علامت فتحه بود اون حرف صدای ا میگیره در هنگام تلفظ. اینجا مثلا نخونده میشه در دومین حرکتش، یا مثل اینجا ما نه، مثل اینجا رو میرسیم بعد سالهای بیشترش. این علامت دیگری که اینجا میبینیم علامت تشدید هست، یعنی شدت گرفتن. و علامت تشدید به این خاطر میاد روی یک حرفی نوشته میشه که در اصل اون حرفی که این علامت تشدید روی اون قرار گرفته اون حرف در اصل دو تا بوده، یعنی اینجا دو تا نون ما داشتیم، یک نون اول که ساکن بود، یک نون دوم که فتحه داشته. این علامت فتحه مال این نون دومی هست که فتحه داشته. یک نون هم قبل از این بوده اینجا که علامتش ساکن بوده، اون نون رو به خاطر اینکه در نوشتار راحت تر باشه حذف کردن، نون دوم رو به جاش گذاشتن. همیشه در تشدید حرف اول حذف میشه، نوشته نمیشه، ساکن بوده. این تشدید به خاطر اینکه دلالت بکنه بر اون حرف حذف شده نوشته میشه. و بنابراین خلاصه بحث تشدید این است که هر وقت شما علامت تشدید رو روی یک حرفی دیدید اون حرف رو باید دو بار تلفظ بکنید، یک بار به صورت ساکن به کمک حرکت ما قبلش، یک بار هم به صورت با اون حرکتی که بالا یا زیر خود اون حرف هست. اینجا یک بار الان نون به کمک ما قبل خونده میشه ساکن، یک بار هم به همراه فتحه‌ای که داره چی میشه، اینجا میشه این نه. اما مکس نکنید، من به خاطر اینکه مشخص بشه اینجوری مکس کردم. مکس در هنگام تلفظ ما مکس نمی کنیم، رد میشیم، اما به خاطر اینکه متوجه بشید عزیزان این نه، نون اول ساکن، نون دوم حرکت فتح داره، این نه، این نه. و نون تشدید دار رو غالبا ما میگیم غنه میکنیم به اصطلاح، یعنی روش مکس میکنیم در هنگام تلفظ این نه. و این حالا ان شاءالله درباره احکام غنه باز بیشتر توضیح خواهیم داد در نیم جزء دوم قرآن کریم به یاری الله تعالی. این علامت رو هم بارها من معرفی کردیم. این علامت این الف هست، رویش یک صاد هست، این صاد هست مخفف یک صاد کوچک که بریده شده و هر جایی که این الف رو دیدید روش صاد قرار گرفته به این معنی است که در هنگام وصل خوانده نمیشه. یعنی اگر ما قبل و ما بعد این ما قبل و ما بعدش چیزهایی وجود داشت، حرکاتی وجود داشت، حرفایی وجود داشت، اون خونده نمیشه. اما اگر در ابتدای تلاوت باشه، چه در اول آیه چه در وسط آیه، اما شما خواسته باشید از خود اون حرف شروع بکنید، خوانده میشه که باز ان شاءالله هر وقت بهش رسیدیم نمونهاش میگیم که وقتی خونده شد چطور باید خونده بشه. در هنگام وصل این خونده نمیشه، به همین خاطر میگیم الف وصل. این صاد هم از همون کلمه وصل گرفته شده. و این لام دوم هم اینجا تشدید داره، دقیقاً مثل همین حکایت نون که اینجا تشدید تکرار شد، این هم اینجا همین اتفاق میافت. خب الان ما این نه، این حرف میشه این نه، این الف خوانده نمیشه، این لام تشدید داره، یعنی یک بار به کمک ما قبل باید خونده بشه. یادتون باشه که همیشه در ساکن و تشدید یک قاعده کلی به خاطر بسپارید عزیزان، یک ساکن یا تشدید
همیشه به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. حرکت ما قبل، به حرف کار نداشته باشید. حرکت، این الان یک حرکت فتحه است اینجا برز پوزش. الان ما در این تلفظ حرف لام چون تشدید داره نیاز به آخرین حرکت ما قبل داریم. این لام، این الف که خوانده نمیشه، این علامت حرکت نیست، خوانده نمیشه. از فتحه نون کمک میگیریم، نون میچسبه به لام. یک بار لام به همراه فتحه نون خوانده میشه، یک بار هم خودش به تنهایی میشه انل لا تا اینجا. نل لا، اما وقف نکنید، پشت سر هم باید خونده بشه انل تا اینجا. خب این زال کسره داره ذ، اما یه قاعده هست که هر وقت بعد از کسره یا قرار گرفت، الان اینجا ما حرف یا داریم، هر وقت بعد از کسره یا قرار بگیره، از اونجایی که حرکت کسره و حرف یا از یک جنسن، شبیه به همن در هنگام تلفظ، این کسره دیگه ای تلفظ نمیشه، یک کمی بیشتر کشیده میشه به خاطر حمایت این یا بعد خودش و صدای ای میگیره. اینجا میشه چی؟ این الذی، نمیگیم لذه، ذه نمیگیم چون یا آمده میگیم ذی. این الذی، نه این الذین تا اینجا. این الذین، این همزه علامت همزه است. همزه احیانا به تنهایی با یک شش به تنهایی میاد، یا بعضی وقتا مثل این همزه که اینجا داشتیم با همراه الف میاد، زیر الف یا بالای الف. به هر حالت وقتی که چه این با الف بیاد چه تنها خودش بیاد اسمش همزه هست. الان اینجا ما یک همزه داریم، یک الف. این فرق میکنه با این. وقتی که این شش روی الف یا زیر الف قرار گرفت خود همون میشه همزه کامل. اما اینجا یک همزه داریم، یک الف جدا. این دوتا با هم دوتا حرفن. الان همزه فتحه داره، اما نمیگیم اینجا چرا؟ چون همینجور که اینجا کسره بعدش یا اومد نگفتیم گفتیم ای. اگر بعد از فتحه هم الف قرار گرفت، بعد از فتحه الف قرار گرفت، هر وقت بعد از فتحه الف قرار بگیره، اون حرفی که فتحه داره، اون حرفی که فتحه روی اون هست، اون حرف صدای آ میگیره در هنگام تلفظ. دیگه تلفظ نمیشه، نمیگیم ان الذین آمنو، میگیم ان الذین میکشیم، صدای آ میدیم بهش. آمنو هم نمیگیم، آمنو هم نمیگیم. چرا؟ این قاعده رو قبلا هم توضیح دادم خدمت شما عزیزان. بعضی از حروف رو بنویسید اگر عزیزان ننوشتن احیانا. یک قاعده، چند تا قاعده کلی هست، ساده هست، چون هر برنامه هم تکرار میشه، ان شاءالله حتما حفظ میشید به مرور زمان. ما در هنگام تلفظ هر وقت روی حرفی فتحه قرار گرفت و بعد از اون فتحه الف بود، تلفظ میشه. اما دو تا نکته باید مد نظر ما باشه. یک هست مثل اینجا آمنو، یک آمنو، آمنو. ببینید دهان یک بار به سمت بالا باز میشه، یک بار به سمت بغل. کدوم درسته؟ این رو در 8 حرف از الفبای عربی فقط در 8 حرف دهان به سمت بالا باز میشه وقتی که فتحه داشته باشن بعد از اونها الف قرار بگیرن. که ما میگیم حروف مستعلیه، یعنی از استعلا گرفته میشه. استعلا یعنی طلب بالا رفتن، استعلا از علو گرفته شده یعنی بالا رفتن. حروفی که بالا میره دهان در هنگام تلفظشون یعنی به سمت بالا باز میشه، به سمت عمودی باز میشه دهان. اینها 8 حرف: صاد، ضاد، تا، تای دسته‌دار، وا، غین، قاف، خا و را. فقط همین 8 حرف هستن که وقتی الف قرار بگیره روی اینها پر خونده میشن. مثلا میشه سا، نمیگیم س، یا وا و نضالین مثلا، یا میگیم طائفه مثلا. مثال هاشه واحد. اینها صاد، ضاد، تا، ذا، غین، قاف، خا و را، اینها رو دقت بکنید. این 8 حرف پر خونده میشن. به اصطلاح میگیم پر خونده میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. غیر از این 8 حرف هیچ حرفی در هنگامی که الف روش باشه پر نمیشه و به سمت بالا دهان باز نمیشه. اینجا برگردیم روی مثال. الان ان الذین، این همزه از اون 8 حرف نیست، به همین خاطر نمیگیم ان الذین آمنو، ان الذین آمنو، نه،
ان الذین آمنو دهان به سمت بالا باز نمیشه، افقی باز میشه. خب میم فتحه داره میشه ما. نون الان ما اینجا نون این علامت ضمه هست، این علامت ضمه هست، یعنی هر جایی که روی هر حرفی قرار گرفت صدای او میگیره. این حرف صدای او میگیره. او نه او، فقط در یک حالت میشه او، اون هم در این مثال وقتی که بعد از ضمه واو قرار بگیره، اون موقع اون صدای ضمه حرفی که روی اون ضمه قرار گرفته دیگه او تلفظ نمیشه، او تلفظ میشه. اینجا چی میشه؟ آمنو آمنو. مثل بعد از اینجا سه تا مثال پشت سر هم مثالای جالبی داشتیم که کسره همیشه صدای ا میده مگر وقتی که بعد از اون یا قرار بگیره که میشه ای. فتحه مثل اینجا ان الذین صدای ا میده، آ نمیشه مگر وقتی که بعد از فتحه الف باشه. هر وقت بعد از کسره یا بود صدای ای میگیره، هر وقت بعد از فتحه الف بود صدای آ میگیره، هر وقت بعد از ضمه او بود صدای او میگیره. فقط در همین سه حالت این سه حرکت از حالت طبیعی کشیده‌تر میشن. کسره میشه ای، فتحه میشه آ و ضمه میشه او. در غیر از این سه حالت همیشه ا و او میشن. حالا مثالای دیگه. خب تا اینجا این الف علامت صفر روش هست. هر وقت الفی دیدید که این علامت صفر روی اون بود یعنی خوانده نمیشه، نوشته میشه اما خوانده نمیشه. در فارسی هم مثالهایی داره مثل کلمه خواهر که ما خواهر می‌نویسیم اما خواهر نمیخونیم، خواهر میخونیم. یا خواندن رو ما خواندن می‌نویسیم، اون واو رو ما نمیخونیم. و مثالهای الف‌هایی هم هست که خوانده نمیشه. این الف خوانده نمیشه. خلاصه کلام اینجا این الف خوانده نمیشه. هر الفی که این علامت صفر روش بود خوانده نمیشه. تا اینجا ان الذين آمنوا. خب والذین، اینجا واو میچسبه به لام چون الف خوانده نمیشه. لام هم یک بار به کمک فتحه ما قبل خوانده میشه، یک بارم تنها مثل ان الذین در ابتدا. والذین ها ه فتحه داره اما بعد از فتحه الف هست. اینجا فتحه صدای آ میگیره. هی دو چشم از اون 8 حرفی که پر خونده میشدن نیست، به همین خاطر اینجا نمیشه هادو، میشه هادو. والذین هادو والذین هادو. دال ضمه داره بعدش واو قرار گرفته به مانند آمنو مثل این. اینجا هم صدای او میگیره چون تقویت میشه ضمه با این واو بعد از خودش. این الف هم خوانده نمیشه به مانند الف آمنو. دقیقاً همون اتفاق اینجا میفته. والذین هادو والذین هادو، نگید هادو هادو. والذین هادو. اینجا واو فتحه داره، الف هیچ، این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام علامت نداره، لام علامت نداره. یه قاعده دیگه هم بعد نظر شما عزیزان حتما هست. در مصحف شما هر وقت 4 حرف واو، الف، لام و یا، واو و الف و لام و یا که اگر سر هم نوشته بشه به هم بچسبن میشه والی. کلمه والی رو به خاطر بسپارید یادتون میمونه. واو، الف، لام، یا. این 4 حرف اگر دیدید در مصحف هیچ علامتی روی اینها نبود، هیچ حرکتی روی اینها نبود، خونده نمیشن. اینا رو میگیم حروف ناخوانا. حروف ناخوانا، حروف واو، الف، لام، یا. حروف والی میشه حروف ناخوانا. اینجا لام، الان ببینیم این لام در این عبارت هیچ علامتی نداره. این فتحه و تشدید مال نونه. این لام خوانده نمیشه، خوانده نمیشه. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه. نون تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، حرکت نه حرف. ببینیم الان حرکت، این که حرکت نداره لام، الف هم که حرکتی نداره، یک علامت صاد داره فقط. به همین خاطر از واو کمک میگیریم. واو میچسبه به نون، یک بار با واو خوانده میشه با فتحه واو کلمه نون، نون ساکنه اول، و نون دومی با فتحه‌ای که خودش داره میشه چی؟ ون نه تا اینجا ون نه. خب ببینیم بعدی صاد فتحه داره، بعد از فتحه الف قرار گرفته. این الف کوچک دقیقا همون حکم الف بزرگ رو انجام میده. مثل اینجا فرق نمیکنه که الف به این شکل نوشته بشه، فتحه بعدش الف به این شکل باشه یا اینکه به این شکل باشه. صاد فتحه داره بعدش یک الف کوچک. اینجا صاد باید صدای آ بگیره، یعنی نمیگیم نه
فتحه نمیدیم، صدای آ به صاد میدیم و صاد یکی از اون 8 حرف هست که پر خوانده میشه، از حروف مستعلیه هست. صاد رو ما در حروف مستعلیه داریم، خب این باید پر خونده بشه. بعد از این را رو داریم، را فتحه داره. بعد از را این یا خودش خونده نمیشه بلکه این الفش خونده میشه. هر جا یا دیدید که روش الفی قرار داشت، اون یا خونده نمیشه، اون الف خوانده میشه. اینجا بعد از فتحه الف قرار گرفته، این فتحه مال را هست، دقت کنید، مال یا نیست، مال را هست. را فتحه داره، بعدش الف، بعد صدای آ بگیره و چون را هم یکی از اون 8 حرف هست، اینجا را هم پر خوانده میشه. چطور میشه تعبیر؟ اینطور میشه: ون نصا را، نصا را، نمیگیم نصر، نصا را، دهان به سمت بالا پر میشه، به سمت بالا باز میشه. والذین هادوا والنصارى والنصارى. اینجا هم مثل کلمه قبلی واو میچسبه به صاد. اونجا نون بود، اینجا صاد. الف خوانده نمیشه، لام حرکتی نداره، خوانده نمیشه. صاد نیاز داره به حرکت ما قبل، فتحه واو میچسبه به صاد. وس بار اول صاد ساکن، صاد اول. صاد دوم فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته، مثل اینجا فتحه بعدش الف. این هم صدای آ میگیره و پر هم خوانده میشه، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. چطور میشه؟ و نصارا و صا و صا و صا، نمیگه و سه، نه، و صا ب و صا ب. این همزه هست، کسره داره، بعدش یا اومده، همزه کسره داره، صا ب ای ای. این همزه کسره داره، بعدش یا اومده، صدای ای میگیره. و صابئین، و صابئین. من، این علامت ساکن هست. هر جای این علامت رو دیدید به معنای این، یعنی که این علامت، یعنی این حرف حرکتی نداره، ساکن هست و چون ساکن نیاز داره که از ما این رو کمک بگیریم برای حرکتش از ما قبل و به اصطلاح اون رو هل بدیم از پشت سر و این رو از پشت ما با این حرکتی که داره، حرکت فتحه، کمک میکنیم. من ساکن همیشه برای تلفظ نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل. من. خب بریم خط بعدی. الان اینجا فتحه بعدش الف، دقیقاً و همزه بعدش الف، همزه فتحه داره مثل آمنو در خط بالا. اونجا هم همین آمنه پر خونده نمیشه، همزه از اون 8 حرف نیست که پر بشه. آمنه. به کسره داره، این الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. چرا؟ چون قبلش و بعدش به هم وصل میشن. اینجا دیگه، اینجا خودش در وسط ما از خود الف که شروع نکردیم، از ب شروع کردیم، الف خوانده نمیشه. این لام اول لفظ جلاله هم خوانده نمیشه. لام دوم تشدید داره. لام اول چون هیچ حرکتی نداشت خوانده نمیشه. جلوتر هم گفتیم هر وقت لام هیچ حرکتی نداشت خوانده نمیشه. لام دوم تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. ببینیم کدوم حرکت است. لام حرکت نداره، الف هم همینطور. از ب کمک میگیریم. باللهی، باللهی. اینجا دقت کنید که من در موضوع لفظ جلاله قبلا همین رو گفتم عزیزان. لفظ جلاله الله، لفظ جلاله هر وقت قبل از لفظ جلاله کسره قرار بگیره، مثل اینجا، اون لفظ جلاله باریک خونده میشه، یعنی باللهی، باللهی. اما اگر قبلش فتحه باشه یا ضمه باشه، فتحه یا ضمه که بالای حروف نوشته میشن، اون موقع پر خونه. مثلا ما والله، مثلا اگر گفتیم والله، والله مثلا، یا تالله، مثال هایی که هست. حالا ان شاءالله در خود تلاوت هم باز بهش میرسیم. مهم اینه که در ذهنتون باشه که لفظ جلاله مثل الحمدلله، جاهایی که کسره قبلش هست باریک خونده میشه، جاهایی که فتحه و ضمه هست پر خونده میشه. مثلا هو الله، هو الله، نمیگیم هو الله، لا هو الله، نمیگیم هو الله، هو الله، الله اکبر، نمیگیم الله اکبر، نه، الله. دهان به سمت بالا باز میشه. برگردیم به خط تلاوت خودمون. خب
والصابئین من آمن بالله والیوم. ببینید الف خوانده نشد، ساکن به همراه واو خوانده میشه. والیوم تا اینجا. والیوم الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. لام ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت. میم والیوم همزه فتحه داره، این همزه علامت فتحه داره، بعدش هم یک الف قرار گرفته. همزه فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته. دقیقاً مثل همینه، یعنی این حالتی که در ابتدای خط بود، فقط شکل نوشته فرق میکنه. همزه فتحه داره، بعدش الف. اینجا هم همزه فتحه داره، بعدش الف. و اینجا هم همون صدای آ میگیره، اما پر خوانده نمیشه چون از حروف مستعلیه نیست. والیوم الاخری، والیوم الاخری. خب و عامل صاد پرخونده میشه، فتح بعدش الف، صدای آ میگیره، پرخونده میشه، از 8 حرف مستعلی است. صالحن. خب تنوین این علامت وقتی که دو تا فتحه روی هم قرار میگیره یا دو تا ضمه روی هم قرار میگیره یا دو تا کسره، این رو بهش میگن تنوین. این علامت رو بهش میگن تنوین و به این معناست که شما بعد از این که اون حرکتی رو که خود حرف داره، اینجا مثلا فتحه، این یک فتحه مال ه است، این اولی فتحه است. دومی که از کجا اومده؟ دومی نشانگر نونی هست، نون ساکنی که بعد از این حرف بوده و حذف شده. اینجا صالحن یک نون بوده ساکن، حذف شده، به جایش یک علامت دیگه روی این علامت فتحه قرار گرفته که این دوتا بشه. این نشان از اون نون ساکن داره. به همین خاطر ما وقتی که تنوین رو میبینیم، تنوین یعنی آوردن نون، به همین خاطر اون حرفی که روش تنوین داره رو آخر اون حرف رو بعد از اینکه اون علامتی رو که روش هست حرکتش رو ادا کردیم، صدای نون ساکن اضافه میکنیم. اینجا چی میشه؟ صالحن، هن یک نون ساکن به ه اضافه میکنیم. این فتحه ه است، ه، این رو شما یک نون ساکن فرض کنید. صالحن. خب الان ما اینجا چند نکته، این که خود تعریف تنوین که چرا ما نون اضافه میکنیم، این یک مورد. اگر اینجا ما وقف بکنیم، این الف از کجا آمد؟ این الف به این خاطر است که ما در قاعده وقف کردن یعنی ایستادن، توقف کردن، ما یه قاعده داریم که هر جا در تلاوت قرآن کریم شما وقف کردید، چه در خلال آیه چه در پایان آیه، هر جا که آخرین کلمه‌ای که شما میخونید، آخرین کلمه‌ای که تلفظ میکنید باید ساکن باشه. یعنی آخرین حرف تلفظ شده باید همیشه ساکن باشه، نباید حرکت بده. مثل چیه؟ مثل ترمز گرفتن ماشین یا وسیله‌ای که حرکت میکنه. وقتی شما حرکت میکنین یک جای قصد دارین به ایستین، بعد آخر ترمز باشه دیگه، بعد آخر ساکن باشه، یعنی کاملا بیستین، حرکت ندین آخری رو. در قرآن هم همینطوره، در مصحف در تلاوت که خونده میشه حرف آخر حرکت پیدا نمیکنه هیچ وقت. اما یک استثناء داره و اونم همین تنوین ان هست. تنوین ان، این تنوین رو اگر شما ایستادید چیکار باید بکنید؟ این تنوین استثناءً الف تلفظ میشه. صالحن نمیگیم صالحن. این رو چیکار میکنیم؟ ما این رو در غیر از این تنوین ها کلا تنوین رو حذف میکنیم. مثلا کتابون نمیگیم کتابون در هنگام وقف، میگیم کتاب. بعد اما در صالحن ما به جای تنوین الف میاریم، میگیم در هنگام وقت چی میگیم صالحه. الف رو میخونیم، به همین خاطر این الف اینجا نوشته میشه. این الفی که الان اینجا میبینید، این الفی که بعد از تنوین ان، همیشه بعد از تنوین ان شما یک الف میبینید. این به این خاطر است که اگر اینجا وقف کنیم این تنوین رو شما فرض نکنید، این فقط یک فتحه در نظر بگیرید با الف. اگر این فتحه بالایی نبود که اون نماینده تنوین هست، چطور خونده میشد؟ میشد صالی ه فتحه داشت بعدش الف، چطور میشد؟ ها میشد دیگه. ه هم که از اون 8 حرف نیست که پر خونده بشه، خا هست اما ها نیست، میشد صالحه.
این در هنگام وقف اینجا اینطور میشه و عمل صالحا در هنگام وقف. اما در هنگام وصل همون صالحا تلفظ میشه. با این در نظر داشت که با این برها توجه که ما در قواعد نون ساکن و یا تنوین هر وقت جای تنوین دیدید یا نون ساکن دیدید باید 4 قاعده رو مد نظرتون باشه. این 4 قاعده از مهمترین قاعده های تجوید هستن و فقط هم مال نون ساکنن یا همون شکل دیگرش که تنوین هست. تنوین یا نون ساکن هر وقت شما بعد از تنوین یا نون ساکن بعدش 4 قاعده است. اینو من سریع ذکر میکنم که در خلال تلاوت این صفحه دیگه زیاد بهش اشاره نکنم. 4 تا قاعده است که فقط مخصوص نون ساکن یا تنوینه. یعنی چی؟ یعنی شما هر جا در کلام قرآن کریم در مصحف در هنگام تلاوت علامت تنوین دیدید، فرق نمیکنه تنوین ان یا اون، یا نون ساکن دیدید، نونی که ساکن هست، یا احیانا نونهای کلمات نمیگذاره، نون ساکن رو بعضی وقتا عثمان طاها نون رو مینویسه روشش علامتی نمیگذاره، اون نون ساکن فرض کنید اون. اگر تنوین یا نون ساکن دیدید، یکی از این 4 قاعده باید اجرا بشه. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن بعدش، اینو همه بعدش رو نگاه میکنیم، در همه حالت‌ها بعدش رو نگاه میکنیم. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن حرف با بود، ب، این اون موقع چی میشه؟ اون موقع اون تنوین، اون نون تبدیل میشه به میم. در مصحف عثمان طاها شما میبینید یک میم کوچیک میگذاره، مثلا من بعد میشه من بعد. در فارسی هم مثالش هم میشه گفتم زنبور، مثلا ما نمیگیم زنبور، نون رو میم تلفظ میکنیم میگیم زنبور. به خاطر راحتی تلفظ این اتفاقات میفته. همه اینها به خاطر زیبایی تلاوت و راحتی تلفظ است این قواعد. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین با بود، میشه نون تبدیل میشه به میم، دیگه نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه به جای نون. این قاعده ما بهش میگیم اقلاب با قاف، اقلاب یا همون قلب به میم بهش میگن. این تبدیل نون به میم، این قاعده اول که همون اقلاب است بعد از نون ساکن یا تنوین اگر با باشه. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی قاعده دوم اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون یا را، میم، لام، واو و نون که اگر سر هم نوشته بشن میشه یرملون. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، اون موقع اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه، همون نون ساکن تبدیل میشه به حرف مابعد، هر چی باشه یکی از این 6 تا هر کدوم که بود، نون ساکن تبدیل میشه به اون حرف و نون تلفظ نمیشه. مثلا من یؤمنو نمیگیم من یؤمنو، نون چون بعدش یا اومده یکی از حروف یرملونه، نون تبدیل میشه به حرف بعد که یا هست، میشه من یؤمنو به جای نون یا تلفظ میشه. قاعده دوم اینو باش میگیم ادغام با غین. ادغام یعنی دغم، یعنی تبدیل شدن، یعنی این نون تبدیل میشه به حرف مابعد. این قاعده ادغام بهش میگن یا قاعده یرملون هم بعضی‌ها بهش میگن. این قاعده دوم بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف 6گانه یرملون آمد، ما اون موقع اون رو تبدیل میکنیم نون ساکن رو به حرف مابعد به خاطر راحتی تلفظ. این قاعده دوم. قاعده سوم اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشه آمد، اون وقت نون ساکن یا تنوین تبدیل نمیشه به هیچ چیزی، از همون مخرج خودش ادا میشه، همون نون میمونه. در همین حالت فقط نون باقی میمونه و تلفظ میشه که بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشن بیان. کدوم حرفا هستن این 6 حرف؟ همزه و ها هی دو چشم، عین و ها هی جیمی، غین و خا. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین قرار گرفتن، اون موقع نون از مخرج خودش ادا میشه و تبدیل به هیچ چیز دیگه ای نمیشه. این رو ما بهش میگیم اظهار با وای دسته دار، یعنی ظاهر شدن از مخرج خودش. این 3 قاعده. قاعده 4می هم داریم که بهش میگیم قاعده اخفا، یعنی مخفی شدن. در این قاعده، در این حالت 4، اگر 3 حالت اول نبود، این حالت 4 اتفاق میفته. یعنی اگر بعد از نون ساکن و تنوین با نبود، بعد از نون ساکن و تنوین یرملون نبود، بعد از نون ساکن و تنوین حروف حلقی نبود، در اون حالت قاعده 4 اجرا میشه که بهش میگیم اخفا، یعنی
ما نون رو نه تبدیل به میم میکنیم، نه تبدیل به حرف ما بعدش میکنیم، نه از مخرجش ادا میکنیم. چیکار میکنیم؟ این رو ما از بینی ادا میکنیم، مخفی میکنیم. صدای نون رو در بینی بهش میگیم اخفا و از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکث در هنگام تلفظ. مثلا کلمه منکم بعد از نون کاف اومده، نه ظروف یرملونه، نه با هست، نه ظروف حلقیه، اخفا میشه و غالب نون های ساکن و تنوین هم اخفا میشه چون حروفش زیاده. به همین خاطر مثلا ما منکم رو چطور تلفظ میکنیم؟ میگیم من، از نون رو نمیگیم منکم، نون از بینی ادا میشه با مقداری مکس روی تلفظ، در هنگام تلفظش میگیم منکم. این 4 قاعده ای بود که مهم است که حتما مد نظر باشه. دیگه تا آخر این درس من فقط اشاره میکنم به خود قاعده و جزئیاتش دیگه وارد نمیشیم. در این مثال الان، در این مثال خودمون صالحاً گفتیم در هنگام وقف که صالحا میشه، اما در هنگام وصل کردن بعد از تنوین یا همون نون ساکن فا اومده. حرف فا نه حرف ب هست که تبدیل بشه تنوین به میم، نه ظروف یرملون هست که تبدیل بشه به حرف ما بعد، نه ظروف حلقی هست همزه و ها و عین و ها و غین و خا که این از مخرج خودش صالحاً تلفظ بشه. اینجا قاعده 4 صورت میگیره، همون اخفا، یعنی بعد تنوین از بینی ادا بشه، صدای نون از بینی ادا بشه، به این شکل که ما میگیم و عمل صالحا فلهم. دقت کنید این کمی هم از بینی ادا میشه هم روش مکس میکنیم هنگام تلفظ در بینی. صالحا فلهم اجرهم. این آیه اول طولانی خواهد شد به خاطر اینکه کل قواعد رو ما توضیح میدیم، نگران نباشید زودتر میریم، اما مجبوریم اینها رو توضیح بدیم. در قاعده دیگری هم حتما آشنا هستید، در این جیم ساکن هر جا حرفی ساکن دیدید به غیر از نون، گفتیم نون ساکن احکامش رو 4 تا رو گفتیم، غیر از نون ساکن 5 حرف وقتی که ساکن باشن در مخرج اینها و هنگام تلفظ ساکن باید دقیق هیچ حرکتی پیدا نکنه. از صفات ساکن این هست که وقتی که ساکن یک حرفی ساکن هست هیچ حرکتی نباید داشته باشه، یعنی ا و ا و او دیگه نشه. اما 5 حرف هستن که در هنگام تلفظ مقداری در مخرجشون میل، یک قلقله صورت میگیره، میلرزن، اینو میگیم قلقله و این یعنی لرزش. قلق از قلق گرفته شده، قلقله یعنی لرزش با قاف، و این رو 5 حرف هستن که اگر سر هم نوشته بشن کلمه قطب جد، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال اگر سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. این 5 حرف هر وقت ساکن باشن مقداری در مخرج صدا میلرزه. مثلا در این مثال الان جیم یکی از اون 5 حرف هست، اینجا نمیگیم اج، یک کمی جیم میلرزه میشه اج فلهم اجرهم. اما در میم ببینید هم، در هم وای میستیم، اجرهم. میم رو دقت کنید الان تلفظ میم با جیم چقدر فرق میکنه، اینم ساکنه اینم ساکنه. الان در جیم یک مقداری قلقله هست در مخرج صدا میلرزه، اما در میم این اتفاق نمیافته. الان در جیم اجرهم، هم نمیگیم هم، میم رو هیچ حرکتی بهش نمیده، اما در جیم یک برداشت انگار که مقداری صدا میلرزه، احساس میشه که این کمی صدای دیگری هم انگار اضافه شده. اجرهم. عند نون ساکن بعدش دال اومده، قاعده 4 اخفا اجرا میشه. اینجا نون از مخرج خودش، گفتم نون رو هر وقت علامت روش نداشت ساکن فرض کنید. فقط 4 حرف واو، الف، لام، یا اگر علامت نداشت خونده نمیشه، غیر از اونها همیشه حرفای دیگه خونده میشن. نون اینجا علامت ساکن داره دیگه، عثمان تا جایی که اخفا میشه نمینویسه، ساکن رو علامت ساکن رو نمیگذاره. عند، چون اینجا اخفا میشه، زیبایی نوشته رو دقت کنید که زیبایی‌های مصحف عثمان طاها در همین هست که اینجا چون خود نون اینجا اخفا میشه علامتش رو هم مخفی کرده شیخ عثمان طاها، علامت ساکن رو ننوشته تا خود کسی که تلاوت میکنه متوجه بشه اینجا چون ساکن نون مخفی شده اخفا میشه.
چون مخفی علامتش هم معلوم نیست چیه دیگه. ظاهرا اینجوری که علامتش معلوم نیست اما علامتش ساکن است. نون اگه علامت نداشت همیشه ساکن فرض کنید. اونجا اگه علامتی ندیدید روی نون اخفا میشه. عند ربهم به تشدید داره به کمک ما قبل یک بار خونده میشه یک بار تنهایی. ربهم و لام فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. لام از اون 8 حرفی که پر خونده میشن نیست. صدا دهان به سمت بالا باز نمیشه از بغل باز میشه. ولا نمیگیم والا ولا خوفن خوفن. این تنوین هست. این تنوین هست به دو شکل نوشته میشه. احیانا تنوین رفع به تعبیر عربیش یا همون تنوین اون ساده تر. اگر شما دیدید حالا این قاعده، اگر دیدید تنوین اون به این شکل نوشته شد در مصحف عثمان طاها به این شکل نوشته شد اونجا اظهار میشه. این شکلش است. اگر دو تا واو آمد اظهار نمیشه. این نکات ریزی است که حالا در کتابت شیخ عثمان طاها رعایت کرد و به همین خاطر بعضی وقتا این رو به این شکل می‌نویسه، بعضی وقتا دو تا واو میگذاره. هر وقت به این شکل نوشت اونجا اون تنوین اظهار میشه، ظاهر میشه از مخرج خودش. الان ما بعد از این تنوین چی داریم؟ عین داریم. از حروف حلقی هست و از اون 6 حرف حلقی، یعنی اینجا قاعده اظهار صورت میگیره. این از مخرج خودش ادا میشه. یعنی چی؟ چطور میشه؟ ولا خوف علیهم ولا خوف علیهم. دقت کنید نمیگیم ولا خوف علیهم خوف علیهم. اصلا خود به خود در تلفظ هم سخت میشه اگر اینجا بخوایم اخفا بکنیم. این قاعده اخفا و اظهار و اقلاب و ادغام اینا به خاطر این راحت تر تلفظ شدن و زیباتر شدن تلاوت است. ولا خوف علیهم ولا خوف علیهم. این نون ساکن. خوف علیهم ولا هم یحزنون. نون آخر چون در آخر هست ساکن میشه و هیچ حرکتی نباید روش انجام بشه. ولا هم یحزنون. روی نون همین که رسیدید روی مخرج نون همونجا توقف میکنیم. خب این آیه رو با هم بخونیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن. چون من اینجا وقف کردم نون رو ساکن کردم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این از آیه 62. شماره آیه رو همیشه در آخر آیه می نویسن. این رو مد نظر شما عزیزان باشه. ببینید این آیه از اینجا که شروع شد شماره رو اینجا نوشتن. هر وقت شماره آیه دیدید اون شماره مال آیه قبلش هست، مال آیه قبلی هست نه مال آیه بعدی. چون شماره آیه رو همیشه در آخر آیات می نویسن. بریم سراغ آیه 63. و اذ اینجا واو فتحه داره و همزه رو داریم بعدش، همزه کسره داره و ذال ساکن رو داریم و اذ. تصویر رو نداری احمد جان؟ ظاهرا تصویر رو احمد جان نداره فعلا. تا میتونی بس کنی احمد جان یا بیام برنامه بگیرم؟ بس شد خدا رو شکر. برگردیم. و اذ اینجا ما واو رو داریم فتحه داره کسره همزه و اذ اخذنا. نون از اون حروفی نیست که پر خونده بشه. و اذ اخذنا و اذ اخذنا و اذ اخذنا می. کسره بعدش یا صدای ای میگیره، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. می ثا از اون حروفی نیست که پر خونده بشه. می ثا نمیگه می ثا. می ثاقکم و رفعنا فوقکم. تا اینجا فوقکم. الف
در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام هیچ حرکتی نداره، از 4 حرف واو، الف، لام و یاست که در وقتی که حرکت نداشتن خوانده نمیشه. تا تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل. میم میچسبه به تا، یک بار به همراه میم خوانده میشه، یک بار به همراه ضمه خودش. فوقکم الطور، فوقکم الطور، فوقکم الطور، یک کمی اینجا قلقله هم میشه. فوقکم الطور، خذو، الف خوانده نمیشه، خذو ما. این علامت مد هست، یعنی که این علامت هر جا قرار گرفت، این علامتی که ما، این علامت الف روی الف هست، این علامت مد هست. احمد میگه تصویرمون قطع شد. خیر، یک میام برنامه کوتاه ببینیم تا تصویر درست کنه احمد جان، چون اگر وصل شد دوباره قطع وصل میشه. میگه دوباره وصل شد. خیر دیگه، امروز باز من آخر برنامه میدونم باید چیکار کنم. برگردیم تصویر. خذوا ما، این علامت مد هست، این علامت مد هست. مد روی فقط 3 حرف قرار میگیره، واو و الف و یا. فقط واو، الف و یا این علامت رو روش میبینید. به این معناست که اون الف یا واو یا یایی که مد روش قرار میگیره باید کشیده بشه بیشتر از حد متداول. و فعلا ما چون قواعد مد رو هنوز نگفتیم، ان شاءالله من در نیم جزء دوم، یعنی از درس بعدی نه درس بعدیش ان شاءالله شروع میکنیم، بیشتر تو تجوید کار میکنیم. اون رو شما فعلا 3 مد بکشید، یعنی به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت در حالت عادی این رو بکشید تا جزئیات بیشترش ان شاءالله انواع مدها و اقسامش رو باشه. بعد خذوا ما آتیناکم، خذوا ما آتیناکم. اینجا باز چرا روی میم ساکن علامت نگذاشته؟ یه قاعده ای هست، این رو من چون نگفتم باشه برنامه بعدش. خذوا ما آتیناکم بقوت، واو تشدید داره، نیاز به ضمه داره، به قو و تن. این ها 2 تا چشم که داره، این 2 تا نقطه داره. این اگر ما وقف کنیم اینجا، در هنگام وقف، این اگر اینجا وقف میکردیم بیستیم، نه این نقطه ها خونده میشه نه این تنوین، فقط یک هی خالی میمونه، میشه به قوه، به قوه. همیشه یادتون باشه که این علامت تای 2 نقطه، تای تانیث هم بهش میگن، تای 2 نقطه، تای مدور یا گرد، مخصوص عربی است، ما در فارسی همچین علامتی نداریم. این اگر وقف شد هم نقطه هاش میپره هم علامتش میپره، هر چی که باشه ساکن مطلق میشه، یک های ساکن میمونه فقط، به قوه اگر وقف کنیم. اگر ادامه بدیم، تنوین بعدش واو اومده، بعد از تنوین واو اومده، کدوم قاعده اجرا میشه از این 4 تا؟ بعد از تنوین یکی از حروف یرملون اومده، ادغام میشه، یعنی تنوین نونش باید تبدیل بشه به واو و به جای نون باید تلفظ واو تلفظ کنیم. میگیم خب این به قوه ت، این که کسر مال این هست، این دومی رو تبدیل به واو میکنیم، به قوت و، به قوت و یک واو ساکن، به قوت و، این سر جاشه، فقط اینجا این حرکت دوم یک واو به جای این بگذارید، واو ساکن، به قوت و کو رو، را ضمه بعدش واو، این حرف هم که خوانده نمیشه، صدای او میگیره این را. و کرو ما فیه لعلکم، لعلکم تتقون، تتقون. خب اینو یه بار دیگه از اول میخونیم آیه رو. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.